اینجا لاس وگاس نیست. اینجا قلب اسلام، عربستان سعودیه. اینم جنیفر لوپز، خواننده و رقصنده معروف آمریکاییه که چند شب پیش در ریاض میری عربستان. چرا نه؟ یک هنرمند باید هیچ وقت تبعیض نداشته باشه. برای هنرمند هیچ حد و مرز وجود نداره. همین هنر خودش یک زبان است. من زن نمیشناسه، در هر جایی که باشه قدر هنرمند باشه باید هنرمند بره اونجا هنرنمایی بکنه. دیگه مسائل سیاسی و پالیسی بازیش هم میمانیم کنار. ما چیزی گفتنی ندارم، نمیفهم، ولی برای من اگر پیشنهاد شود من میرم هنرنمایی میکنم، فرق چی نمیکنه. رقم جاب میپوشی یا بیا میپوشی یا همین لباسکای عادی خود در محافل افغانی خود که میریم اونجا شاید لباس افغانی بپوشم، چون من بسیار علاقه‌مند لباسای افغانی خودم هستم. حال اگر چنین اتفاق رخ دهد واکنش طالبان چی خواهد بود؟ از آنجایی که غزال عنایت تا حال چنین تجربه نداشته است، احتمال اینکه چنین کنسرت برگزار کند بسیار اندک است. اما برای خانم آریانا سعید برگزاری چنین کنسرت آن هم در عربستان امکان پذیر است، چون آریانا سعید همواره با برگزاری کنسرت های عجیب طرفداران خود را متعجب ساخته. احتمال اینکه چنین کنسرت در عربستان از سوی یک آوازخوان افغان برگزار شود بسیار زیاد است و دیده شود که از میان آریانا سعید و غزال عنایت کدام یک این کنسرت تاریخی را در عربستان سعودی برگزار می کنند و آیا جرأت برگزاری چنین کنسرت در سرزمین وحی را دارند یا خیر؟ چون بعد از برگزاری چنین کنسرت قطعاً با واکنش جمعی مردم افغانستان روبرو خواهند شد و احتمال اینکه مورد خشم مردم قرار بگیرند نیز فراوان است. از سوی دیگر بانو غزال عنایت به پرسش این که او از کدام قوم افغانستان است نیز پاسخ داد و انگار خود را دورگه تعریف می کند. زاده کابل هستم، کابل تولد شدیم. خب همه ما از افغانستان هستیم، افغانستان همیشه یک ملت بزرگ و واحد است، ولی اگر مشخص میخواین بفهمین پدر جان ما از لغمان است، مادر جانم از قندار است، بیبیایم که هستن یعنی بابا کلانا از اوج هستن، مادر کلانا یکیش از کابل است یکیش هم از قندوز هستن. دیگه اینال ما نصف تاجیک میشیم نصف پشتون میشیم، خون اردو در رگای ما است. دیگه ما از همون خاطر است که تعصب ندارد. در همین حال آریانا سعید با حضور در یکی از بزرگترین جشنواره های دبی برنده جایزه موسیقی شد که با استقبال خوب از سوی مردم همراه شد. آریانا سعید اولین هنرمند افغان است که چنین جایزه را برای نخستین بار به دست می آورد و یک بار دیگر خود را در میان دیگر هنرمندان یکتاز به معرفی گرفت. بسیاری ها باور دارند آریانا سعید نیز باید به خاطر مبارزاتش برای زنان افغانستان که در طی 3 سال پسین انجام داده است و کسی بود که همواره صدای زنان افغانستان را به گوش جهان رسانده است نیز جوایز دیگری هم به او تعلق می گرفت، اما باز هم با این وجود برنده جوایز موسیقی گردید. از طرف دیگر کشکش و قوس‌های هنرمندان انگار تمامی ندارد و یک بار دیگر خبرهایی از حضور شرافت پروانی در آلمان شنیده می شود.